اسمم امیره. فامیلم علیزاده است. از افغانستان هستم. ولایت دایکندی، ولسوالی شهرستان، منطقه برگر هستم. من 20 روز میشه یه دفعه از افغانستان اومدی اینجا یا از طرفای نه، دیگه؟ از افغانستان به ایران اومدم. 2 سال در ایران بودم فامیلی. از ایران در ترکیه هم، از ترکیه هم در ایتالیا هست. ایتالیا هم در فرانسه هم، از فرانسه هم دارم. فرقش با افغانستان چیه؟ فرق داره، خیلی فرق داره. مردمی با کلاس داره، مردمی درس خوانده داره، فرهنگ داره، درس میخوانه، مردمش دنبال کار خلاف نیست، جنگ نیست، دعوا نیست. ما باید بسیار با دیانت و با هم چیز با هم کار میکنه. افغانستان جنگ است و دعوا است و دیگه مدرسه نیست. بالاخره به هر صورت خیلی فرق داره، تفاوت داره، تفاوتش خیلی زیاد است. فهمیدی؟ افغانستان کسی مدرسه رفتن نمیتونه، طالبان میگیره مدرسه رو آتش میزنه، میکشه. فهمیدی؟ امنیت خوب نیست، وضعیت مردم خراب است. پس زندگیت اینجا چجوریه تو این اتاق؟ زندگی من هست یا خوبه؟ همین خودتون میبینی دیگه. زندگی بعد از خوب است دیگه، بد نیست، خوبه. غذا میشم بد نیست دیگه. بالاخره یه ذره جاهاش خرابه، بالاخره ترتمیز نیست، بالاخره دیگه غذاهاشون هم خوب نیست دیگه. اینجوریه. تو زندگی اولش که من اونجا لای قاطی با سیمبالا کرد. خب اول جزیمه درس خوندم. واقعا وقتی من سنم 16 ساله است، یا مثلا 25 سالش است، نباید مثلا این کارو کرد. سنم 16 سال است، مثلا لای سیمبالا انداخت، مثلا خواب نمیتونم، مثلا بچه‌ها مثلا جای آرام نیست، مثلا بسیار در اذیت است. دیگه شبا مثلا خواب افغانستان می‌بینم، از کارهای وحشتناک و از جنگ این چیزا مثلا بسیار اذیت میشه. تو افغانستان وضعیت نداره، وضعیتش خیلی خراب است. جنگ است، دعوا است، امنیت نیست، مدرسه نمیتونه بره، کس کار نیست، بدبختی است، وضعیت اقتصادی مردم ضعیف است. به هر صورت مدرسه نمیتونه کس بره. طالبان مثلا بگیره مدرسه رو آتش میزنه، بچه‌ها رو اذیت میکنه، انتحاری است در جایش. آرزوم که اگه ما اینجا درخواست پناهندگی بدیم به آلمان، اگه مثلا ما رو به پناهندگی مثلا بپذیره، مثلا آلمان قبول کنه، برم یک آینده بهتر داشته باشم، در فکر زندگی خود باشم، دنبال کار خلاف نروم، کار خلاف اصلا نکنم. چه کاری دوست داری طالبان انجام بدی؟ کار نیک میخوام انجام بدم، درس بخونم، یک کاری شوم، به درد از کشور بخورم. هر کاری بهتر که مثلا توان میشه، هر کاری تونستم انجام بدم، هر کاری تونستم درس بخونم، رشته رو یاد بگیرم.